اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ملت غیور و شهید پرور افغانستان. بنده شریف وطن دوست تفضل الله به عنوان امیر المؤمنین شما ملت شهید پرور افغانستان در تبعید اعلان موجودیت کردیم و می خواهیم که آزادی های را برای شما مردم و حکومت افغانستان به وجود بیارم که در زمان حکومت معاویه و یزید و هارون الرشید آزادی را مردم نداشتند که من برای شما مهیا میکنم. یک چیز دیگر هم برای شما بگویم. شخصی که به عنوان امیر المؤمنین در افغانستان اعلان موجودیت کرده که تا هنوز مردم چهره از او را ندیده، تا هنوز نمیشناسه که امیر المؤمنین وجود داره نداره، اما بنده به عنوان امیر المؤمنین شما مردم که اعلان موجودیت کردیم آمدیم در تصویر و چهره مبارک خود برای شما نشان دادیم. امیدوار هستم که ملت شهید پرور افغانستان و حکومت افغانستان از این بعد از امر و فرمان امیر المؤمنین خود شریف وطن دوست تفضل الله پیروی بکنن، اطاعت بکنن. انشالله ما به ملت افغانستان قول میتم که آزادی های را برای شما فراهم میکنیم و کارهای بنیادی را برای مردم افغانستان میکنیم. زمینه کار مساعد میکنیم، مکتب دخترها را باز میکنیم. دیگه تعصبات قومی، نجاتی، حکومت قومی هیچ چیزی در سیطره ای امیر المؤمنین وجود نخواهد داشت. در کنار هم برادروار زندگی میکنیم و به این حکومت قومی که فعلا با امیر المؤمنین غایب که اصلا کس چهرهش ندیده، این حکومت قومی را دفن میکنیم. انشالله یک حکومت را در افغانستان به وجود میاریم که تمام اقوام افغانستان در زیر یک چتر مثل برادر زندگی بکنن. تعصبات قومی، نجاتی، مذهبی هیچ چیزی نباشه. بنده امیر المؤمنین تمام اقوام افغانستان خود را اعلان میکنم. از این بعد هر فرمان را که میتیم از این فرمان ها باید در ادارات دولتی تطبیق شود و پیروی شود و مردم افغانستان هم بنده را به عنوان امیر المؤمنین خود قبول بکنن و بپذیرند.